کاردانی و مهارت بلند کسبی، تجربه غنی چاره‌داران ناحیه طول 10 ساله هاست که سرتاسر مملکت اعتراف گردیده است. همین تجربه مفید بود که چاره‌داران پسروی دوره بحران اقتصادی را باز داشته تدریجاً موقع ساحه مهم را در خواجگی خلق برقرار می‌کنند. شاگردان گاوجوش نامی قهرمان مهنت سوسیالیستی سفرا باقی‌یوه مثل پیشتره در مملکت به نتیجه‌های بهترین نائل می‌شوند و از تمام گوشه و کنار مملکت برای بهره برداشتن از تجربه آنها می‌آیند. سمینار گاوجوش‌های ولایت که در اسفره برگزار گردید شهادت عمیق این عمل است. من در کلخوز لیلین مربی شده کار میکنم. من به قریبی در همین ماه مارت سمینار گاوجوشان تشکیل کننده همه آن دخترهای پسرهای دعوت کرده همراه تجربه های کار خودم گفتم. نیم ساله نتیجه نیم ساله جواب داد که هر یک سری گاوی ریسپوبلیک ولایت 15 کیلوگرمی شیر ضایع شده است. نه که من خودم ناارزنده کاری کردم خودم به معلوم نیه، لیکن قدری من به میرسه که عزیزان بودیم. من بسیار منت دارم. مهنت شأن و شرف انسان، مهنت آبروی انسان. مهنت دوست دارید، باید مهنت دوست باشید. البته مهنت کنید قدرش میدیدید. نقلیات، علاقه، ساختمان از ساحه‌های مهم خواجگی خلق ناحیه بوده در پیشرفت اقتصادیات اسفره نقش عمیق دارد. مهنت فداکارانه بناکاران است که شهر و شهرک‌ها، دهکده و دهه‌های ناحیه خیلی آباد و زیبا بوده سال تا سال سیمای خود را تغییر می‌دهد. محلات نو به نو قامت راست می کند. به اعتدال آمدن وضع اقتصادی کارهای بناکاری و آبادانی وسعت تازه می یابد. علل خصوص دامان آبادانی، بنیادکاری، سازندگی در دایره تیاری به جشن 10 سالگی استقلالی تاجیکستان باز هم وسیع گردید. کارهای بناکاری تحت شعار 10 ماه بنیادکاری و 10 سالگی استقلالیت سراسر اسفره را فرا گرفته در یک مدت کوتاه 38 انشاءات‌های تعییناتی استحصالی اجتماعی و فرهنگی تعمیر و ترمیم و بنیادگذاری گردیدند. از جمله کوپروک نوی دریای اسفره، چایخانه فراغتگاه محتشم مرکز شهر، دروازه رمزی ناحیه در نفت‌آباد، خیابان مرکزی دهه کلکند، بناهای مرکز سودای چارکو، صحنه کنسرتی در گلباغ سیف اسفرنگی، خطهای تازه برق و گاز طبیعی، خطهای نوی آب نوشاکی، بناهای نوی مکتب‌ها، صنفخانه‌های علاوگی، خانه‌های تازه بنیاد استقامتی مورد استفاده قرار گرفته. آثارخانه تاریخی و کشورشناسی، کاه فرهنگ شهر، بیمارخانه‌ها ترمیم و تعمیر شدند. اسفره بین شهر و ناحیه‌ها غالب آزمون ولایتی آبادانی و بنیادکاری به شرف 10 سالگی استقلالیت تاجیکستان دانسته شده سزاوار مکافات حکومت ولایت گردید. در شرایط کوهستان راه ماشینگرد واسطه اساسی علاقمندی منطقه هاست. از اسفره راه ماشینگرد به ازبکستان و قرغیزستان می‌گذرد. همچنین شاهراهی که قسم شمال و جنوبی مملکت را به هم می‌پیوندد از همین جا ابتدا می‌گیرد. ناحیه اسفره
با جمهوری قرقیزستان 186 کیلومتر و با جمهوری ازبکستان 58 کیلومتر مرز دارد. ما حرکت کرده ایستادیم که روابطی دوستی و همکاری را با نواحی‌های همسایه‌ای نزد سرحدی ما رواج و رونق دهیم، با آنها همکاری نماییم. از آن جمله ما همکاری زیج داریم با ناحیه بادکنی ولایت بادکنی جمهوری قرقیزستان، با ناحیه سوخی ولایت فرغانی جمهوری ازبکستان و یکی از مقصدهای ما این کشادنی راه به واسطه جمهوری قرقیزستان به دیگر جمهوری ها، از آن جمله به جمهوری قزاقستان و به جمهوری روسیه. و اقدام رئیس ولایت سوخت محترم قاسم جان رهبر قاسمов اویدی کشادنی این راه به ما یک روح بلندی بخشید و ما در سال 2001 راهی اسفره بادکن را به مسافه قریب 8 کیلومتر پره از تعمیر کپیتالی برآوردیم و حاضر نیز اقدام داریم که این راه را به معیارهای بین جمهوریوی ما آماده سازیم. مقصد این همه جهد و تلاش بهداشت روزگار اهل دیار، حل مسائل اجتماعی است که ایام پیش آورده است. عمل تازه در ساحه معارف، تندرستی، فرهنگ و ورزش ادامه می‌یابد. با استفاده از سرچشمه‌های مختلف مبلغ‌گذاری دوام 2 سال آخر 3 بینای نوی مکتب، 98 صنفخانه‌های علاوگی بنیاد کرده شدند. حالا در اسفره برابر 82 مکتب تحصیلات همگانی که 46856 نفر طالبان تحصیل می‌کنند. کالج تکنولوژی 3 آموزشگاه کسبی تکنیکی فعالیت دارند. تشکیل لیتسه گیمنازی‌ها برای دانش عمیق برداشتن خوانندگان مساعدت می‌کند. ورزش باشد همچون واسطه تربیت جسمانی روحی اهل جامعه موقع سزاوار می‌گیرد و ورزشکاران اسفره در مسابقه‌های ولایتی و جمهوریوی به کامیابی‌های نو به نو نائل می‌شوند. اسفره سرزمین افسانه هاست. گویا در آفریدن این وادی سرسبز، این وادی محبت، طبیعت تمام قدرت و مهربانی خیش را به خرج داده دستی سخاوت گشاده است. لنگر ماهیان که خود افسانه است، نسبتش روایت ها نیز کم نیستند. قصه میکنند اسکندر که بار اینجا کوفتگی راه برآورده بود، بعد فتح جهان اینجا برگشته دولت پیری راندن را آرزو داشت. آسایشگاه زمرد باشد حسن اسفره مرز بوده، در خود طبیعت خوشمنظره، آب و هوای صاف، هنر و استعداد، مهمان نوازی و مهنت دوستی اهل سرزمین را تجسم کرده است. اگر اساس گذاری خانه استراحتی زمرد ما ارت قربانش قربانوف رو حساب نماییم، در تشکل و ترقیابی آسایشگاه زمرد خدمتی بینهایت کلانی سابق مرحوم سردختر آسایشگاه میرزا رحیم جالم را قید کردن لازم است. همه آن بناهایی که موجود هستند از طرف شرکت ساختمانی بناکار با راهبری عابد خوجا ثابتوف و در همان وقت سرمهندس و بعد سردار این اداره عبدالعزیز شیف گذرانده ساخته شده است. در سناتوری زیاده از 60 نماد معالجه استفاده برده می شود که در داخل آن بسیار عامل های طبی به مانند آب ثروت‌رود ناحیه کیمی شهر اسفره، لای کل اقسقانی ناحیه اشت، مومی کوهی، نفتالان و دیگر نمادهای استفاده برده می شود.
ما بباری تام گفته میتوانیم که ما اون قدرتی که در سالهای پیش داشتیم با او صاحب گشتیم و همه اهل جامعه مهنت حرکتی آن را دارد که به خلق جمهوری ما خدمتی صافدلانه نماید. آنها در اینجا آمده سلامتی خود را برقرار کرده برای نفع وطن ما خدمت نماید. آره، در هر خشت بناهای زمرد، در هر گل و بوته و گلباغ آن، گرمی دستان بناکاران و باغبانهای اسفره احساس می شود. چایخانه سینا باشد بر حق نمونه صنعت والای هنرمندان اسفره بوده، یادگاری معماری عالی است برای فردا، برای تاریخ، برای نسل آینده. هنرمندان ممتاز امروزه اسفره عنعنه‌های هنرهای زیبای اجدادی را ادامه می‌دهند. ده‌ها بناهای با اصول معماری خاصه دنیا یافته اسفره دیگر مناطق جمهوری و خارج کشور محصول دستان معماران، دوریدگران، نجاران، نقاشان و کندکاران، رسامان و گچکاران اسفرگی است که هر بیننده را مفتون می‌سازد. حاضر 3% 7 نیبره کار کرده. من سال 2000 سال من باز دوشنبه بردن چایخانه راحت من ساخته شدیم. هم نقاشی، کندکاری، نجاره همشه کدام ما کردیم. ما بین همین کارنده نزدیک 30 کس ما کار کردیم. همش شاگردا 7 نیبره 3%. سال 1 سپتامبر ما کار تمام کرده. پسرای گرام ماندن هنرمند همین خیلی که عشقباز باشد اگر همه کار شده همه گیته است. هنر کلاهگری در اسفره تاریخ 100 ساله ها داشته، از نسل به نسل می‌گذرد. در کارخانه نیلوفر استحصال محصولات کلاهی را به راه مانده که یکی از دستاوردهای نظررس در رواج این هنر زیبایی محل می باشد. جوانان با هوس از استادان سر هنر زیبا، سر دست آباد می آموزند. طبیعت روح بخش و الهام بخش اسفره باشد که چون مکان مردم ایجادکار و با استعداد اعتبار دارد. شاعر هم بیهوده نفرموده که من آمدم بر اسفره افزرده جان و بیفره، رفتم از اینجا شیر مست مانند آهو بره. من آمدم از شاعری دل مانده و دل خسته، دیدم هزاران منظره هر منظره شعری سره. نکهت آید معطر از گلستان تو باز، در خیالم تازه گردد عالم با سوز و ساز. صوت آهنگی دلاشوبی به گوشم میرسد، در فضایت اسفره شهری بزیب و دلنواز. گر دلم دارد غبار خانه هم در خاک تو، میپرد غم از نهادم در زمین پاک تو. آشیان شاعران و حافظان اسفره، میفزاید هر نفس ها شهره بیباک تو. سالهای طولانی میراث پرمایه و گرانقدر نیاگان با ذکاوت، خردمند و پرهنرمان شش مقام در اسفره اعتبار خاصه دارد و با شرافت هنر والای رامشگر ممتاز، وارث سزاوار استادان شهرتیار شش مقام، زیباپری و عمر حافظ، هنرپیشه شایسته تاجیکستان شادروان میرزا قربان صالحوف سبک تازه یافت با نام سبک اسفره. شبم قربانتی میرزای قربان، که با سحر هنر احیا کنیم به خود آری و می آری مرا تو.
در این دنیای بی پروای خودبین. نوای تو زبان ملت من، زبان شیرین و شیوای رنگین. خیلی خوش است که شاگردانش راه میرزا قربان صالحوف را ادامه میدهند و در اسفره امروز هم شش مقام بلند صدا میدهد. هنر و صنعت مردم زیباپرست اسفره که چنین ریشه های توانا داشته از چشمه پربرکت استعداد خلق آب میخورد، امروز هم رو به انکشاف داشته، چون رود پر آب به بحر پرطغیان صنعت و هنر مردم تاجیکستان ریخته، با آن حسن و تراوت مخصوص میبخشد. غالبیت اهل هنر اسفره در آزمون جمهوریوی اندلیب به افتخار 10 سالگی استقلالیت تاجیکستان گواه روشن این معنی هاست. بسیار استعدادهای جوان اسفره که نیرو از میراث بای نیاگان و الهام از طبیعت افسانوی اسفره میگیرند، امروز سرتاسر کشور شناخته شده برای غنی گردیدن فرهنگ معاصر حصه گذاری میکنند. ما همه روزه از تلاش پرزیدنت کشور محترم امامعلی شریف رحمانوف را، رئیس ولایت سوخت محترم قاسم جان رهبر قاسموف را برای آبادانی کشور، برای بلند برداشتن سطح زندگی مردم آن از نزدیک درک می‌نماییم. اسفره همچون یک پاره زیبای جمهوری صاحب استقلالمان البته در این کار خیر و ندید سهمگذاری خواهد کرد. من بعد اقتدارهای موجودی استحصالی زیاد می‌شوند، کارخانه‌های نو به وجود می‌آیند، دشت‌های تشنه‌لب آبشار شده به باغ و بوستان تبدیل می‌یابند. آرزوی مردم شریفمان زیر آسمان صلح و وحدت جامعه عمل خواهد پوشید. در عرفیت میگویند که مهمان عطای خداست، وی با تشریف خود به خاندان میزبان رزق و روزی میآورد. اسفره ما از ازل قدمجوی مهمانان است. بی سبب نیست که این مکان را پیرها نظر کردن میگویند. یکی از سبب‌های پیشرفت اسفره محض عزت و اکرام بلندی مهمانان میباشد. با دعای پیران و از فیض قدم دوستان اسفره ما را انشاءالله آینده بزرگ در پیش است. اسفره مهدی عزیزانی